بله سلام علیکم آقای قاسمی بفرمایید. شما رو خط یک هستید، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید برادر بزرگوار، بلندتر صحبت کنید، بفرمایید. چشم. آیه انصاری چند وقتی هم شبکه شما رو نگاه میکنه هم شبکه ولایت ها. درست. من به هیچ دینی اعتقاد ندارم ولی میخواستم یه چیزی از شما بپرسم برام روشن بکنید. بفرمایید. چرا تو دین اسلام این اجازه داده نمیشه به کسی که به هر فرقه‌ای که دلش بخواد پناه بره؟ شاید یکی دلش بخواد فرقه شیعه را انتخاب کنه، یکی دلش بخواد فرقه سنی را انتخاب بکنه، یکی وهابی یا یکی بهایی یا یکی یه دین دیگر را. این چه جنگی را افتاد؟ چرا داریم هم دیگر را تخریب می‌کنیم؟ چرا داریم چهره خداوند یا پیغمبر خدا را خراب می‌کنیم؟ من به هیچ پیغمبری اعتقاد ندارم، فقط خدا را قبول دارم. ولی چند وقتی که این دو شبکه رو دارم می‌بینم برام سوال شده. چرا نمیتونید به هم دیگه احترام بذارید؟ چرا نمیتونید به عقاید دیگه احترام بذارید؟ خیلی ممنون دوستان جواب ما. بله آقای قاسمی عزیز برادر بزرگوار، جنگ بین حق و باطل از روز ازل بوده. از موقعی که الله سبحانه و تعالی انسان را آفرید و شیطان را آفرید این جنگ بوده. در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که ایشون دعوت توحید را آشکار کردن این دشمنی ها بوده. یک عده‌ای حق را نمیپذیرن، یک عده‌ای اون خدایی رو که شما بهش اعتقاد دارید با اون صفات و با اون کمال و جلالی که شما اون میشناسید قبول ندارن. فطبعا اون کسی که این خدایی رو که شما میپرستید اعتقاد نداشته باشه نمیاد به راحتی حرف شما رو قبول بکنه، مجبور میشه در مقابل شما قد علم بکنه. قطع کردید. برادر عزیز، این باطل هیچ وقت نمیاد به راحتی حق را قبول بکنه. من آیاتی رو که خدمتون خوندم، نمیدونم از شروع برنامه با ما بودید یا نبودید، الله سبحانه و تعالی به شما عقل داده، شعور داده، چشم داده، گوش داده. شما میگید من به هیچ پیامبری اعتقاد ندارم، به خدا اعتقاد دارم. من این چه دینی است که انسان به خدا اعتقاد داشته باشه که یعنی شما مستقیما با خدا ارتباط دارید، خدا مستقیما به شما وحی میکنه. الله سبحانه و تعالی پیامبرانی رو فرستاده که رسولانی باشن بین الله سبحانه و تعالی و بین من و شما. کتاب‌هایی رو فرستاده که توسط این کتاب‌ها ما رو به راه راست هدایت بکنه. بندگان مخلص، بندگان واقعی الله سبحانه و تعالی هیچ وقت در بین هم دیگه بر سر الله و رسول و مسائل دینی جنگ و دعوا ندارن. اما اینهایی که در شبکه ولایت میگید که حرفایی میزنن و ما هم حرفایی میزنیم و شما دارید در تو رو گوش میکنید و فکر میکنید که دعوایی راه افتاده، این دعوا از روز ازل بوده، دعوا بین حق و باطل بوده. اونها نمیخوان هیچ وقت سخن حق به مردم برسه. حرفایی که ما زدیم به شما آقای قاسمی و به غیره همینو میگیم که شما بنده آخوند نباشید، بنده ملا هم نباشید، بنده مرجع تقلید نباشید، بنده خدا باشید. شما میگید خدا را قبول داریم، خداوند در قرآنش به شما گفته که به من شرک نورزید، غیر از الله کسی دیگری رو نخوانید. ایاک نعبد و ایاک نستعین در سوره حمد میگه که در هر نمازم میخونیم که ای الله ما تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. پس اگر شما واقعا خدا پرست هستید باید به اون چه که الله سبحانه و تعالی میگه یقین و باور داشته باشید و قبول بکنید. اگر حرف ما مطابق حرف الله هست حرف ما رو قبول بکنید. اگر حرفی که شبکه ولایت میزنه مطابق فرموده الله و رسولش هست اونو قبول بکنید. ما هیچ وقت نگفتیم یا ایها الناس، مثلا اونا ببینید تا میخوان کلیپی از ما شما بدن تا چهره رو بلور میکنن و لوگو رو میپوشانن، میترسن، چون میترسن که مردم حق رو بشناسن، سخن حق رو به دنبالش بگردن، از ذکر اسم شبکه میترسن. اما ما راحت کلیپاشون هم پخش میکنیم، چهرهاشون هم نشون میدیم، اسماشون هم میگیم تا مردم اینا رو بشناسن، تا بشناسن اینا چه منافقینی هستن، چه دروغگویانی هستن که به نام دین، به نام الله و به نام رسولش مردم را فریب میدن. هدف آخوند جماعت از این همه سر و صدا و شبکه و نظام و همین دم و دستگاهی که راه انداختن و حوزه‌ای که راه انداختن چی است؟ که با ناموس شما به اسم صیغه خوشگذرانی بکنن، پول شما را به اسم خمس بدزدن
و هر چی که دوست دارن در این دنیا انجام بدن. با شما بگید که بله چون این نمایندگان خدا هستن و ولی فقیه هم که نائب حضرت حجت ابن الحسن العسکری است. هر غلطی هم که خواست بکنه کسی حق نداره که بگه بالای چشمت ابرو است.